تا حالا این فکر کردین که بشر چقدر میتونه چیزای چرت و پرت درست کنه؟ چیزایی که آدم وقتی در موردش میفهمه اینجوری میشه که وای چرا؟ واقعا چرا؟ تو مغز سازندش چی میگذشته؟ امروز میخوایم با هم در مورد چند از به درد نخورترین و مسخره‌ترین اختراعات تاریخ حرف بزنیم. بزن بریم. زن ما یه چیزی بگو دیگه. اوکی. یه اوکی حداقل بگو. بریم. ممنون میشم قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو ببینید ویدیومون رو لایک کنین، حتی اگر وسط ویدیو نظری داشتین برامون بنویسین و اون زنگوله اون گوشه هست اونم بزنین که ویدیومون میاد اولین نفر باشین که میبینینش. خب دیگه بریم. الان میخوایم در مورد کدومش رو صحبت کنیم؟ اولیش کفش مخصوص رقص عروس و دوماد. یعنی چی؟ چرا به هم چسبوندن کفشا رو. یعنی چی؟ جدی میگی؟ نگاه کن جلوی کفشا به هم دیگه چجوری میخوام برقصم بعد؟ عملاً کات بده دیگه. خب بعدی رو بگو. ماشین تقلید کننده صدای گربه. خب این از یه لحاظ خوبه. خب این واقعا خوبه. کسی که صدای گربه دوست داشته باشه واقعا لذت بخشه. یعنی چی؟ من درک نمی کنم. خب برو گربه بیار. خب ببین اینجوری میتونه باشه مثلا تو صدای بارون دیدید از این چیزای میسازن که صدای بارون میاد ولی هوا آفتابیه فقط برای لذتشون رو گوش میدن. نمیخوام بدونم. برو بابا. خب بعدی رو بگو. چمدان ضد سرقت. Oh my god! Wow! مکانیزم این چمدان اینجوریه که اگه کسی حالا دزدی میخواست برش داره محتواش هم میریخ رو زمین. خب این که خیلی برای یعنی آقا دزد راحت چه خوب میگرم جمع میکرد دیگه. این خودزنی کسی میخره اینو؟ فکر نکن. خب اصلا یعنی چجوری بود؟ یعنی چجوری میفهمید؟ نه اصلا نه من میخوام بدونم که کسی که مثلا میرفت اینو میخرید به عنوان چمدون ضد سرقت اینجوری بود که ایول الان دزد میخواد بیاد بدزده کارو براش راحت تر میکنم. یعنی روش مثلا یه دکمه گذاشته بودن که تشخیص بده دزد و آدم غیر دزد کیه؟ فکر نکن. وسیله برای دوچرخه سواری روی آب. وسیله بوده یا خود دوچرخه میرفته؟ نگاه عکسشو نگاه کن دیگه ببین. قایق داریم. چرا؟ خب نه چرا؟ خب نه بذار نه خیلی باحاله. فکرشو بکن تو همینجوری اینورو مثل جت اسکی دیدی اون فقط یکم بزرگتر فضا میگیره. اینو مثلا بگو تو همینجوری نشستی رو داری کیفتو میکنی پدال خیلی خوبه. چند میفروشن؟ فکر میکنم مثلا منسوخ شد. من بودم هیچ وقت نمی‌خرم. سال 1900 منسوخ شد دیگه اینقدر مسخره. اگه من بودم واقعا چیز میکردم. با اون بازی نکن. اوکی. بریم بعدی. خب بریم بعدی دوچرخه فلیز. ببین من هر جور اینو نگاه میکنم در نمیاد. این چی؟ چرا؟ ها؟ خب چرا راه نرفتی؟ اصلا چه لزومی داره این اینجوری باشه؟ این اصلا کی نگرش میداره؟ این خودش ها کمرشو ببین اینجوری خم شده واسه من میخوام این مثلا ما جای نشیمنگاه داریم توی دوچرخه نرمال. آها آره خوب قدم بزن. چرا برادر کار رو سخت میکند؟ اصلا نمیخوام تو ذهنمون سازندش باشم. اصلا نمیخوام تو ذهن سازندش باشم. بله دیگه حیات خوبه. خب بعدی رو بگو ببینیم. صندل فلزیاب ها. On our show called Explain That Grammar, we do a deep dive on. این خوبه. ببین این خیلی خوبه. تو هم چی؟ ببین یه صندلیه مجهز به یه سری حالا سنسورها که اگه گنجی باشه پیدا میکنه. خیلی خوبه. هم راه میرم گنج پیدا میکنی. من اوکی. غیر ممکن. من بودم فلزیاب به این بزرگی میگی طلاییاب گنجیاب به این بزرگی میگیری توی طبیعت بازم قوطی کنسرو میده. من اگه بودم اینو میخریدم. تازه 2 تا میخریدم. که می‌خواستید هدیه میدادم به یه دوستی با هم قدم میزنیم گنج پیدا میکنیم دیگه. من عمرن فقط چنگال میاد زیر نه خیلی کاملا اینو دوست دارم. اوکی نایس. خب
چرخاننده بستنی قیفی. یعنی آدم چقدر گشاده باشه. فکر کن اینو لیست میزنی بعد دیگه اینجوری نمیکنی دستتو، اینو یه دکمه میزنی میچرخه اون سمتی که لیست نزدی میاد جلوت. باحال نیست؟ فقط میتونم فکرای منفی کنم. با اون بازی نکن. اوکی؟ ولش، بریم بعدی. دستمال گردگیری بیبی ماب. از همون اول بچه بدبخت کوزت بار میارن. بیبی ماب من هیچ وقت نمیخریدم. چرا؟ خیلی گوگولیه، فکر کن خونت تمیز میکنه، اون بچه اینقدری خونتو تمیز میکنه. خیلی گوگولی بود. میخرم برای کسی که هر وقت بچه دار شدی برای بچه من نه. خب بریم بعدی. کیسه ساندویچ کپکی. مکانیزم کارش اینجوریه که روی همین کیسه یه سری لک‌های شبیه کپک هست و اینطور به نظر میرسه که اون ساندویچ کپک زده است و اینجوری بقیه نمیان سمتش. خیلی خوبه نه؟ این عالیه. یعنی دیگه توف نیاز نیست بندازی رو ساندویچ. چندش بگی که آقا دیگه برای منه، طرف بازم اون توفتو با خیال راحت میذاریش رو میز میری هر کار، هیچ کی نمیاد بخورتش. هستم. خیلی خوبه. واقعا به درد بخوره. نمیدونم سازندش چرا اینو درست کرد و چی تو ذهنش میذاره ولی هستم. مخصوصا تو مدرسه‌های ایران واقعا به کار میاد. خوشم اومد. خیلی خوب. خب بریم بعدی. نمیدونم بعد اسم اینو چی بذارم، خودتون نظر بدین. چیه این اصلا؟ وای یه صندلیه که این خیلی به درد کسایی که الان ادیت اینو انجام میدن. خوبه همش قوز و گردن درد و کمر درد، این قشنگ اینجوری فیکس میکنه خودتو، کارتو انجام میده. 6 months. خیلی به درد بخوره این جدی. نظری ندارم. بریم بعدی. یعنی ما این قسمت فقط یعنی از چرت ترین چیزا داریم میگیم. چرت. لیوان نگهدارنده گوشی. بابا خود چقدر مگه گشادی؟ طرف فکر کن یعنی اینجوری بوده که لیوانمو گرفتم بس دیگه، اینی که دستمو چرا دیگه استفاده کنم، گوشی من بذارم رو لیوان. حس میکنم سازندش خیلی گشاد بوده. تا الان همین چیزی که دیدیم سازندشون همین بودن. فکر کنم معتاد گوشی هم بوده، یک لحظه نمیتونسته موقع نوشیدن چشم برداره. آفرین. نمیدونم. اوکی بریم بعدی. هدفون ایرستیک. ببینید این اینجوریه که آره این بالاش هدفونه، پایینش چاپستیکه و یه طرف اینجوری بوده که دارم میرم فلان جا، اگه غذا باشه چی؟ من خیلی شکم. اون تو بودی. تو خودتی. حقیقتا فقط من باید مثلا با چاپستیک کار کردم، اونقدر برای من یه قاشق چنگال اینجا بذارم، مثلا دارم میرم فلان جا، اگه اینجا غذا باشه چی؟ میخوای اختراع بعدی رو تو درست کن، بهش چنگال و قاشق اینا اضافه کن. اینو ولی نباید اینجا میگفتیم. بعد دو فرد دیگه یه نفر دیگه میرینو تولید میکنه میزنه به اسم خودش. آقا انحصار این مال ماه، کپی رایت. ببین این ویدیو تاریخش خورده شده. دقیقاً. 6.5 hours later. اسمشو باید چی بزنیم فقط ما؟ این گذاشته چی؟ ایر چاپستیک. این خیلی با کلاسه. ما میذاریم هدفون چنگالی؟ نه یه چیز چنگال به انگلیسی چی میشه؟ فورک. ایر فورک. خوشم میاد. عالی. ایر فورک بعدی واسه ما. بریم بعدی. خب بریم بعدی رو بگو ببینم. بالم لب بیکن. یه بالم لبیه که طعم بیکن میده. خب این خیلی به ضررمه که اگه من اینو بزنم گشنم میشم. طعم بیکن میده. من اصلا به این فکرم نکرده بودم. چی؟ که بعد یه بالم لب طعم داشته باشه. خب الان مثلا هستن بالم لبا مثلا طعم توت فرنگی، طعم گیلاس فلان، این طعم غذا میده. خب این ولی مثلا تو گیلاس مثلا بخوری گشنت نمیشه، ولی مثلا طعم بیکن بره زیر دهنت گشنت میشه. این به درد نیست، ضرره. پول میدی گشنت شه. دقیقاً. انگار سازندش بیکن هم تولید میکرده. میخواست فروش بیکن. نه من میگم، نه اینکه واقعا این کارو کنه. حس میکنم یه شرکت پخش بیکن داشته، میخواسته مشتری جذب کنه. همین به ذهنم میرسه.
اسم برند خود بیکریش هم میتونست بذاره روی بالم لبه. ولی هوشمندانه بودا. آفرین، ما خیلی باهوشیم. خیلی. بی اسکلت میگن که خب یه خالی ببند. چی میگه؟ اونم جواب میده توپولو. خب بریم بعدی تویستر سلفی. یعنی اگه از عاشق سلفی هایی که میگیرین هستین میتونین تصویرش رو روی این نون توست بزنین و هر روز نوش جون کنین. اینا این هستن که یه عکس خوب میگیرن واتساپ، تلگرام، یوتیوب، این همه پشت این توستر قشنگ پخش میتونین کنین به تعداد همه اعضای خانواده بخورن. بعد این چجوری مثلا تو خود با گوشی بهش فرمت عکس فایل تو میدی اون چاپ میکنه؟ احتمالاً دیگه، چون نگاه کن هوشمنده. چقدر جالب و چرت. خیلی فکر کنم اون زمان اینستاگرام اختراع نشده بود. نه این همون مثلا استوری بود. نمیدونم این از این چوسیاست، از این چوسی باحالا پشته هم عکس اکس تو بگیری روش چاپ کنی. ای بری تو محل بعد مزه میشه که والا چون کوفت خودم کنم غذا نه نظری مثلا بدی فنشیم مگه راست میگی بیشتر محبوب میشه. آره بابا بلش کن. کنسل. بریم بعدی. چنگال مخصوص اسپاگتی. چرا همین با چنگال راحت یعنی باید فرقش با چنگال عادی چیه؟ نگاه کن دیگه اینجوری یه دستگیری داره اینجوری میچرخونه اسپاگتی. خب این آخه این اصلا بیشتر سخت‌تر کرده کارو که یه چنگال به یه چیزی مثلا انگار وصله، تو باید بیشتر زحمت بکشی که اونو بچرخونی. دقیقاً اون چنگال واسه اینکه خودش میچرخید مثلا خب ولی بعدی واقعا درک نمی‌کنم چی تو ذهنشون میگذره. خب بعدی محافظ برای دهان. این چی؟ جالب میگه فوش ندی؟ نه یعنی یه چیزی رو جلوی دهنت میبندی که غذا نخوری و رژیم بگیری. خب نخور. یعنی اگه تو اینقدر نمیتونی برات سخت رژیم گرفتن دیگه تو اگه اینقدر سخته که باید قفس ببندی به خودت بعضا مثلا رژیم نگیر. خب چه کاری؟ حرفم نمیتونی مثل ماسک عمل میکنه مثلا. نه احتمالاً یه قفس میله دیگه، یعنی صدا رفت میره میان. عملاً دهنتو زندانی کردی یعنی. آره چقدر عذاب آور. نخور. خیلی من میگم غذا نخور. رسیدیم به اونی که مورد علاقه منه. قفس تعویض پوشک. یه قفسی هست بچه‌ها میذارن توش پوشکشو عوض میکنن. بچه راه فرار نداره. والی همین الانش هم بچه فرار نمیکنه. نه خب اینجوری توی محفظه است قشنگ. نه یعنی مثلا شیطان گرفتی مگه بچه هست؟ خب بچه ممکنه شیطان باشه، خیلی شیطونی کنه، یعنی مثلا در رو بره اینا. نه خب بچه ها این یه سری از بی‌مصرف‌ترین اختراعات بشر بوده. امیدوارم دوست داشته باشین. ممنونم که تا اینجای ویدیومون رو دیدین. خیلی ممنونم. اگه میشه و اگه دوست داشتین نظراتتون رو برامون بنویسید و لایک کنین و زنگوله کنار ویدیو رو بزنین. چنل هم اگه دوست داشتین سابسکرایب کنین که از این ویدیو بیشتر میسازیم و اینکه به ما بگین دوست دارین موضوع ویدیوی دوتای بعدیمون چی باشه. حتما میخونیم و در نظر میگیریمش. تا ویدیو بعد خدا نگهدار. بای بای. آقای چه یادم رفت کلمه‌شو. چی میخوای بگی؟ کار اجباری کودکان میگفتن چایلد لیبر یه چیزی بود میگفتن. حالا ولش کن. خیلی به درد بخوره این حاجی. نظر چقدر کلمه حاجی بدم